تکنیک مریگوراند نشون دهنده هوش هرک تو بازتعریف یه محصول موسیقایی موجود بود. هرک مجموعه‌ای از آهنگ‌های فانک و سول رو به بخش‌های مجزا تقسیم کرد و اونا رو به مواد خام ریتمیک تبدیل کرد که میتونستن بی‌پایان حلقه بشن. این عمل در حقیقت شالوده مفهومی تکنیک سمپلینگ رو که بعدها به نیروی محرکه تولید هیپ هاپ تبدیل شد بنا نهاد. هرک با این روش نه تنها موسیقی مینواخت بلکه بر انرژی جمعی مهمونی فرمان می‌راند. اون به صراحت بیان کرد که من تنها یک ترنتیبلیست نبودم، من جمعیت رو تماشا می‌کردم. این رویکرد تکنیک اونو از صرفاً فنی بودن فراتر برده و اونو به ابزاری برای حفظ کنترل اجتماعی و به حداکثر رسوندن پویایی مهمونی تبدیل کرد. کلکسیون دیسک‌های هرک به عنوان بلوک‌های سازنده اصلی ژانر هیپ هاپ شناخته میشن. این دیسک‌ها حاوی بریک‌هایی بودن که اون با تکنیک مریگوراند خودش اونا رو به حلقه‌های درام پر انرژی تبدیل می‌کرد. سبک انقلابی دیجیینگ هرک به سرعت توسط نسل بعدی دیجی‌های پیشگام پذیرفته شد و توسعه پیدا کرد. این نسل شامل گرندمستر فلش و افریکا بامباتا که به همراه هرک به عنوان تثلیث مقدس هیپ هاپ شناخته میشن. گرندمستر فلش تکنیک مریگوراند رو پالایش کرد. اون مهارت‌های فنی میکس و اسکرچینگ رو توسعه داد. در حالی که هرک ممکن بود بین دو دیسک متفاوت سویچ کنه، فلش استفاده از دو کپی از یه دیسک رو تو دستور کار خودش قرار داد. بامباتا هم از هرک الگو گرفت و ساوند سیستم هرکولوردز رو تحت تاثیر قرار داد. اون به عنوان یک سنتز کننده فرهنگی جنبش اجتماعی زولو نیشن رو تأسیس کرد. تو اواسط دهه 1970 هرک به وجود محبوبیت درگیر رقابت‌های شدید با سایر ساوند سیستم‌ها بود. متاسفانه تو سال 1977 رویدادی تلخ مسیر حرفه‌ای اون رو تحت تأثیر قرار داد. هرک تو مهمونیش تو کلوب اسپارکل در حالی که از یکی از دوستاش دفاع میکرد مورد حمله قرار میگیره و با چاقو مجروح میشه. اون بعد از این حادثه مجبور میشه برای مدتی از صحنه دیجیینگ کناره‌گیری کنه. این کناره‌گیری موقت یک نقطه عطف تاریخی بود که فرصتی رو برای رقباش به ویژه فلش و بامباتا فراهم آورد تا جایگاه خودشون رو تو صحنه‌ای که به سرعت در حال رشد و سازماندهی بود تثبیت کنند. با وجود نقش بنیادین هرک، اون برخلاف گرندمستر فلش هرگز وارد حوزه تجاری ضبط موسیقی نشد. این عدم مشارکت عواقب طولانی مدتی برای وضعیت مالی و شهرت اون داشت. هرک دیدگاهی سنتی نسبت به هیپ هاپ داشت. اونو اساساً یه مهمونی تو پارک و یه تمرین اجتماعی میدید، نه یه محصول قابل بسته‌بندی برای فروش. اون معتقد بود تجربه زنده ساوند سیستم قابل ترجمه به فرم ضبط شده تجاری نیست. تو سال 1979 با انتشار رپرز دیلایت از گروه شوگر هیل هیپ هاپ وارد بازار ضبط شد. این آهنگا اغلب نقش دیجی رو حذف کرده و به جای استفاده از تکنیک‌های ترنتیبل از یک گروه موسیقی زنده برای بازآفرینی ریتم‌های بریک بیت استفاده می‌کردن. این هم زنگ خطری جدی برای دیجی های متمرکز بر اجرای زنده مثل هرک بود و نقش محوری اونا رو به حاشیه برد. هرک نماد عصر ساوند سیستم های خودکفا و متکی به صدای قدرتمند بود. با گسترش هیپ هاپ به باشگاه‌ها و تبدیل شدن اون به یه ژانر ضبط شده، عصر ساوند سیستم های هرک به پایان رسید و مدل اون از کسب و کار تجاری عقب بود. این تقابل بین رویکرد هرک و نسل بعدی باعث شد که هرچند هرک معمار باشه اما از ثروت و شهرت حاصل از رونق هیپ هاپ تو اوایل دهه 80 میلادی بی بهره موند. با وجود نفوذ بیدلیل کول هرک بر یکی از پرسودترین صنایع فرهنگی جهان، زندگی شخصی اون فاقد ثبات مالی بود. تو اوایل سال 2011 این زمانی که هرک 55 سال سن داشت با یه بحران جدی سلامتی روبرو شد. اون از سنگ کلیه رنج می‌برد که باعث خونریزی داخلی شد و نیاز به جراحی گرون قیمت داشت. مصیبت هرک به سرعت تو جامعه هیپ هاپ سر و صدا کرد. اون فاقد بیمه درمانی بود و توان پرداخت هزینه‌های بیمارستان رو نداشت. دیجی پرمیر یکی از چهره‌های سرشناس هیپ هاپ این موضوع رو عمومی کرد و اعلام کرد
اون مردیه که تمام این فرهنگ رو به وجود آورد و شما باید به هر طریقی که میتونین کمک کنید. این وضعیت فقدان حمایت شرکتی و ساختاری برای پیشگامانی رو که پایه‌های یه صنعت چند میلیون دلاری رو بنا نهاده بودن به وضوح نشون داد. بسیاری از طرفدارا و هنرمندان نسل‌های بعدی به سرعت برای جمع‌آوری پول واکنش نشون دادن و از طریق آدرس پستی و حساب پیپل سیندی کمپل کمک‌های مالی ارسال شد. هرچند هرک از بیمارستان مرخص شد، اما تا مدت‌ها به کمک مالی برای هزینه‌های درمانی خودش نیاز داشت. علیرغم مشکلات شخصی، هرک و سیندی کمپل همچنان به حفظ ریشه‌های اجتماعی هیپ هاپ متحد موندن. تو سال 2007 اونا تو تلاش‌های موفقی برای حفظ ساختمان 1520 سجویک اونیو به عنوان مسکن مغروم به صرفه مشارکت کلیدی داشتن. این تلاش‌ها توسط کنگره ایالات متحده به رسمیت شناخته شد. تو سال 2016 شهر نیویورک خیابون محل تولد هیپ هاپ رو به بولوار هیپ هاپ تغییر نام داد. هرک در طول سالها در جهت ثبت تاریخ شفاهی هیپ هاپ هم فعال بود. او تو سال 1984 تو فیلم بیت استریت تو نقش خودش ظاهر شد و همچنین مقدمه ای رو بر کتاب Can't Stop Won't Stop نوشت. پس از دهه‌ها فعالیت زیرزمینی و دور موندن از جریان تجاری، نقش بنیادین کول هرک در سالهای اخیر مورد تقدیر نهادهای رسمی قرار گرفت. این جوایز دیرهنگام تأییدی ضروری بر جایگاه اون در تاریخ موسیقی جهانیه. تو تاریخ 3 نوامبر سال 2023 کلایف کمپل مفتخر به دریافت جایزه تأثیر موسیقی از تالار مشاهیر راک اند رول شد. همچنین تو 66مین دوره جوایز گرمی در سال 2024 دیجی کول هرک جایزه 1 عمر دستاورد امنا رو دریافت کرد. این جایزه برای نقش اون به عنوان پدر این انقلاب در موسیقی اهدا شد. کسی که با ترکیب 2 گردونه و ابداع بریکینگ مسیر تاریخ موسیقی رو برای همیشه تغییر داد. دیجی کول هرک یا همون کلایف کمپل نه تنها به عنوان یک دیجی پیشگام بلکه به عنوان معمار فرهنگی شناخته میشه که با نبوغ خودش تو سنتز فرهنگ جامائیکا و ریتم‌های امریکایی شالوده یک جنبش جهانی رو بنا نهاد. ابداع تکنیک مری گو راوند و مفهوم بریک بیت مهمترین سهم فنی اون بود که اساساً نحوه تولید و مصرف موسیقی ریتمیک مدرن رو تغییر داد. امروزه این نوآوری به مفهوم مدرن سامپلینگ و حلقه های درام تبدیل شده و همچنان در موسیقی های الکترونیک و هیپ هاپ مورد استفاده قرار میگیره. میراث هرک همچنین توی این واقعیت نهفته که اون برخلاف نسل‌های بعدی و اصالت اجرای زنده و تجربه اجتماعی هیپ هاپ متمرکز بود. هرچند این روی کرد اونو از کسب ثروت تجاری دور کرد و منجر به مشکلات مالی و درمانی شد، اما در نهایت اعتبار تاریخی اونو به عنوان بنیانگذار حفظ کرد. تقریرهای رسمی اخیر تو سالهای 2023 و 2024 نشون دهنده یک تصحیح تاریخی حیاتیه که تو اون جوایز بزرگ به جای توجه به فروش رکورد رو تاثیرگذاری و معماری فرهنگ تمرکز دارن. دیجی کول هرک نمادی از قدرت فرهنگ به عنوان یک راه حل اجتماعیه. اون یه فضای مثبت تو برانکس ایجاد کرد که به جای خشونت رو خلاقیت و رقص استوار بود. حضور مستمر اون و خواهرش سیندی به عنوان نگهبان‌های تاریخ و حامیان حفظ زادگاه هیپ هاپ تضمین میکنه که ریشه‌های واقعی این فرهنگ، خانواده، جامعه و نوآوری زیرزمینی فراموش نخواهد شد. دیجی کول هرک برای همیشه به عنوان پدر هیپ هاپ تو تاریخ ثبت شد. This is a culture built on music, vibration, peace, love, no color. This how we do, y'all. Hip hop. It was born in the orphan, fought like a slave back there in 1971 in the Bronx, y'all, on the west side.